بسم الله الرحمن الرحیم. الله رسول خطرناک گپ زده، الله اینا را به زمین فرو میبرد، از چهره‌هایشان شادی و خنزیر میسازد. دعا کنین که در زمان ما و شما نیاید. خدا هیچ ما و شما را در او برابر، نسل ما را برابر نکنه. پس یه گپی ساده نیست، یه گپی ساده نیست. میبینین در دیگر حدیث هم می آید. علامه روح المعانی در ذیل این آیت در تفسیر روح المعانی نقل کرده روایت ابن عباس است. رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید، خدا کنه که 3 سال پیش دیدیم غلط نکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، لیکونن فی هذه الامه خسف و مسخ و قذف و ذلك اذا شربوا الخمور واتخذوا القینات و ضربوا المعازف. زود است که در امت من میگه 3 چیز می آید: فرو رفتن به زمین، تبدیل چهره ها و قلب ها بدل شدن، و در عین حال چی می آید؟ گفتم سنگ از آسمان می بارد. چند چیز شد؟ در زمین فرو میرن، مسخ می شوند، از آسمان چی می بارد؟ سنگ. البته او که امت رسول مسخ نمیشه و شکل عمومیش است، خصوصی به طور عبرت میشه. بناهن این کدام صورت است؟ همی 3 گناه، 3 عذاب بزرگ که فرو رفتن در زمین، تبدیل چهره ها، سنگ باریدن در کجاست؟ و ذلك اذا شربوا الخمور، وقتی که شراب نوشی کنن به شکل عمومی. یک و اتخذوا القینات، زنان رقاصه را بخرن به نام تلویزیون و موبایل و این و آن، به او گوش فرا دهند. و ضربوا المعازف، از زدن موسیقی ها کار بگیرن. در صورت این 3 گناه اون 3 عذاب الهی نازل می شود. ببینید عزیزان من، کار مذاق بازی نیست. بزرگان می گفتند به همه بازی به الله بازی نشود. خدای نخواست چهره های انسانی ما بدل شد، نشود که زمین فرو ببرد. نهایا نبرده در یوسف و خرم و سارباغ و بعضی موارد برده. پس آیا نمی ترسیم که سنگ از آسمان ببارد؟ بجای این که جلوی این فسادهای عالمگیر گرفته شود، با آسیاب دشمنان آب میریزانند. این هم حدیثی است که دلالت به چی کرد؟ مستقیما رقاصگری، رقص زنان را به نام ظاهر شدن سریال، هتل فساد، این و آن رد شد. نشد با آواز بلند بگو، رد شد. و حضرت علی صاحب می فرماید، قربانی از شوم، بنازم خاک پایش را سرمی چشمم کنم که به نام مبارکش چقدر استفاده میشه، به نام مبارکش مرکز شرک ساخته میشه، به نام مبارکش بدعت خرافات تولید میشه. قربانی از او اگه او زنده شوه والله رب الکعبه جهاد مسلحانه میکنه. اونا می فرمایند نبی صلی الله علیه و سلم گفت، یک جای ما یک موضوع را گفتیم، خود تیز میرم، اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما هي رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما واتى الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفاء اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبست الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا. رواه الترمذي وقال غريب. گرچه حدیث غریب، اصول حدیث و محدثین معلوم است، اما 15 چیز هست هر زمانی که 15 عمل را انسان ها کردن عذاب الهی نازل میشه. از 14 میگذرم به جای دیگری، گرچه یک دوره صحبت کردیم باز هم نوبت میآید، اما قسمتی 13 و 14 میگیرم. گرفتن رقاصه و ساز و سرور و موسیقی، خریدن آلات رقاصگری، زدن موسیقی و طبله و رباب و تنبور، اینا از جمله چیزایی است که چی می آید؟ گباد سرخ می آید از طرف مخصوصی، و فرو رفتن به زمین، مسخ شدن به انسان ها به چهره های دیگر. یکی از همون جمله 15 چی بوده؟ ساز و موسیقی بوده. احادیث مستقیما رد کردن و یا خیر بفرمایین رد کردن. پس بناء نظر سوم را میریم به نظر فقهای کرام رحمهم الله. قسمت‌های آخر سوره است که یک آیت بسیار است، ممکن یک آیت ختم میشه. قرآن کریم در اینجا بهترین چیزی را میآورد که البته اونجا باز هم حافظ ابن کثیر در عالم اسلامی بزرگترین تفسیری هست که در اختیار مسلمانان طبله و دنبوره، گرفتن چنگ و رباب، گرفتن ساز و موسیقی، برنامه‌ای که است حتی توله زدن ها، توله را میدانین، توله به شکل عموم حرام است به اتفاق فقهای کرام.
به اتفاق فقهای کرام چیز میگن؟ حرام است، حرام. ما نظر کی را بگیریم؟ حیران به خدا ماندیم. اینک بود نظریات اینها